سلام به همگی عزیزان، کریسمس همگی مبارک. امیدوارم که ایام خیلی خوبی رو داشتید و روزهای عالی در کنار خانواده، در کنار دوستان و در کنار همدیگه. امروز با یک مسابقه مهیج در خدمتتون هستیم، ولی قبل از اینکه مسابقه رو شروع کنیم اینجا یک چیزی داریم، یه پیتزا داریم. بذارین قبل از این بسوزه من از فرین رو در بیارم. این جایزه مسابقه ماست و امروز 2 شرکت کننده خیلی 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 خوب و خودمونی داریم، پولس عزیز و نشاط عزیز. سلام عزیزان، خوب هستید؟ خوب هستید؟ من 2 سوال دارم از شما. اول از شما پولس جان، هدف شما از شرکت در این مسابقه چیه؟ من دوست دارم یه سکه برنده بشم. سکه بهار آزادی، سکه نمیدونم حال بهار سکه. بسیار. شما چی؟ نشاط جان؟ پیتزا دیگه. من پیتزا خیلی وقت پیتزا نخوردم. بعد قیافش هم خوبه. خداییش پیتزاش خوبه. شما رژیم نبودی؟ چرا دیگه؟ ما 2 رژیم نیستیم. شما بعد مدت اومدم ببینم اگه میتونم. اگرم نه که همش هم اون هندل میکنه. البته با هم دیگه یه جوری کنار میایم. داشی هستی. داشی. خیلی خوب. پیتزای مورد علاقه شما چیه؟ پپرونی مار، پپرونی گوشت، چیزی که خلاصه خوشمزه باشه. این هم پپرونی ما داریم. عالی. شما چی؟ چیکن آلفردو خوبه. یه ذره بیکن بریزی روش. آره. من رژیم نباشم خیلی میخورم، ولی حالا خوبیش اینه که رژیم میبری. خدا رو شکر. خب برگشتیم با نشاط و پولس و قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم مسابقه رو میخوام یه توضیح بدم. فقط بدونین که من همین یک بار رو توضیح میدم و نداشتم. و اتفاقی که میفته شاید الان براتون سوال باشه که اون 2 چنگال و این 2 بادکنک دست نشاط و پولس چیکار میکنه. این چنگال ها وسیله وقتی که من سوال ها رو میپرسم، عزیزان سوال دارن، وقتی که من سوال ها رو میپرسم هر کسی که زودتر بادکنکش رو با اون چنگالایی که توی دستش هست بترکونه میتونه سوال رو جواب بده. و اگر که سوال درست رو جواب بدید هر کدومتون یه پیتزا میشه. یه دونه قاچ پیتزا میتونین جایزه بدید. ولی اگر که جواب درست ندادین چی میشه؟ عمویی میخوره. من میخورم. عمو میخوره. آره. خب آماده این؟ آماده. فقط یه چیزی، اینا رو قبلا تست کردید که نوتیش تیز هست بزنید. بله تیز داره بزنید. تیز کردن. شما نگران کردن. خیلی هم خوب. خب پس برای هر سوال ما 20 ثانیه زمان داریم. یه چیزی یادتون نره، بخواین تقلب بکنین اون پشت ما چی آوردیم؟ نه ما مسئول وی آر آوردیم. آره. و وی آر رو بازبینی میکنیم. 90 اینجا حق به حقدار میرسه. باشه. اوکی؟ دنبال چی هستی؟ یه پیتزاست دیگه. پیتزاست بدید بخوریم برید بعد از سوالا یه جوری جواب. بله. اولین سوال، بازیگوشترین شاگرد عیسی مسیح کی بود؟ ای بابا نمیدونم. درست گفت. نه اونجوری ما ناز متاسفم نشد. ناز نرو برو. متاسفم. چنگال آخه برای پیتزا. سوال دوم، خوب دقت کنید. آماده است. پولس آماده است. من از زیر میدم. تابلوی مونالیزا اثر کیست؟ نمیدونم من. اینا چیه؟ او پروتئین ویبکه بعد مصرف کنه. زمان 20 ثانیه دارید. نمیدونم. بعدی تمام. خب خورد. عمویی خورد. عمو نخور من. تابلوی مونالیزا اثر داوینچیه. عمو نه. میدونستم به خدا میدونستم. من که نشدم. آماده اید؟ آماده. میخوام که وینر باشین، لوزر نباشین. با امید خدا. آخرش اینه. ببینید جواب ندین
عمویی میخوره هست. نوش جونه. اصلا میخوای همش ببر. آره. سوال سوم، اگر شاگردان عیسی مسابقه 2 میدادن چه کسی اول میشد؟ موسی. 20 ثانیه زمان. من نمیدونم. او بفرمایید. یوحنا. بله بفرمایید. باریکلا بابا، باریک. با دست بداد. با چنگال. با چنگ دستام کرد. از اون گازا. میخواد تو شرمنده. نداشتم. ببخشید. میدونم تو میدونی تو فداکاری داری میکنی. واقعا ولی بره میشه جونت باشه. من شام نخوردم. بریم ببینیم برای سوال 4 چه اتفاقی میفته. چون که پولس تا حالا 2 بار جایزه گرفته، 2 تا قاچ پیتزا خورده، ولی نشاط فقط حسرت. خب آماده این؟ زرد بدید، اومد نداره قرمز. اونو بریم ببینیم برای سوال 4 چه اتفاقی میفته. نشاط 2 تا جایزه تا الان پولس گرفته. پولس تموم شد. ببینم چی کار می‌کنی. گذاشتم یه دونه از این پیتزا رو پولس داره. آماده این؟ بریم. کمخونی ناشی از کمبود کدام ماده در بدن است؟ من زدم. آقا من زدم. ببین این هنوز نشون چنگال داخل چسبون. نه آقا من پیتزا خوردی چسبیده. من زدم. آقا وی آر رو بده. من زدم. نه داداش. ولی یه چیزی ما میدونیم وی آر داریم. نه وی آر داریم. وی آر با هم میگیم. حق به حقدار میرسه. من گوشام میگه که من آقا وی آر بریم وی آر رو ببینیم و برگردیم. بریم ببینیم. طبق چک وی آری که دیدیم که همگی نشاط زودتر ترکونده بود بادکنک رو. حق به حقدار میرسه. من برم اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم. چرا تمام نشد؟ جواب سوالو بعد یه بار دیگه سوالو پس میخونم. کمخونی ناشی از کمبود کدام ماده در آهن درس قشنگه روش جونه. خب چه اتفاق جالبی افتاد توی سال قبلی همگی با هم دیدیم. بریم برای سوال 5 ببینیم کدومشون میتونن قاچ بعدی این پیتزای خیلی خوشمزه و خفن رو بخورن. آقا یه غذایی که نمیدونم خوردین یا نه. حلیم بادمجون. بله. حلیم بادمجون معروف است، خیلی خوشمزه است. کشک بادمجون نه، حلیم بادمجون. مال کدوم شهر ایران؟ اصفهان. شما باید بگی. بله اصفهان. بله درسته. بفرمایید. من که راضی نیستم. بفرمایید بعدا خلاص میریم برای سال 6. آقا نشاط یاد بگیر که این بادکنک رو باید بتره کنی اول. مسابقه اصول و قواعد قانونی اینا داره. خب نصفی از این پیتزا رو تقریبا پولس خورده. آره خیلی هم خوب. دست شما درد نکنه نشاط عزیز. نوش جان. از اسپانسر عزیز این برنامه تشکر. پیتزا روما. آماده اید حتما برای سوال بعدی. شما دوتا هم که باید آماده باشین. اومدین اینجا اصلا آماده باشین مسابقه بدین. کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟ خبرگان. نفوس مسکن. مجلس 5. این سخت بودی من نرو
پیتزا همون جوری که داره تمام میشه سوالای ما هم تمام شد. مسابقه نه هیجانش داره بیشتر میشه. شما باید بیشتر اصلا من تلاش گل کنید. گرفتم. ایشون دیگه داره سیر میشه. منم همینجور. ولی جای همگی خالی. چه پیتزای خوشمزه‌ای. و سوال هشتم با 20 ثانیه وقت. دقت کن نشاط. و دوباره از این سوالای همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارن کدام هست؟ این دیگه واقعا یه وی آر میخواد. یک بار دیگه باید بریم وی آر رو برگردیم تا اینا هم دیگه رو نکشتن. میریم و نگاه میکنیم ما دیگه. همونجور که دیدین همگی با هم دیگه دیدیم وی آر رو دیدیم که نشاط زودتر زد، بادکنکش رو ترکوند و میتونه الان اگر که جواب درست رو بگه میتونه یه قاچ پیتزا جایزه. بعد من تشکر کنم از سیستم وی آر از زمانی که به ما اضافه شده حق‌خوری‌ها خیلی کمتر شده آیه پولوسکان و جواب این چی بود؟ جواب ترکمنستان آذربایجان. بله بفرمایید. به 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 آقا بره جایی که غم نماشه و گوش بشه رضا جان میدونم خیلی خوشمزه. و اما سوال نهم بولو بزرگترین اقیانوس جهان کدوم است؟ اطلس. اشتباه گفت. شما آرام. بفرمایید. ای بابا پولس عزیز کل پیتزا رو جایزه گرفت. بفرمایید. نه خواهش کنم برو. نوش جان. واقعا خوشمزه. اطلس نباشه آرامه دیگه. پردیس به چه معناست؟ 20 ثانیه وقت داریم. پری رو که داخل دیس می‌ذارن. خیر. پردیس سیمرغی هستش که تمام. خورد عمویی خورد. آقا جواب رو بگو ما. اما من نخور. خورد. جواب درست بهشت بود. پردیس رو به اصلا آقا ما اعتراض داریم. میتونیم بریم ما سرچ کنیم. اعتراض اصلا اعتراضی وارد نیست. سوال بعدی. جزیره هندورابی در کجا قرار داره؟ هند. خیر. هندورابی کجا؟ آمریکا. ایران. کوهگیلوی با رحمت. بفهمید. مرسی. ایران بود؟ بله مرسی. ایران بود جدی؟ کمک می‌کنید. ما واقعا ولی این به شما تعلق نمیگیره. چرا؟ چون که خیلی دیر جواب دادین و ایشون ایرانو گفت. گفتم لابلای صحبت‌ها گفتم ببین قسمت نباشه رو چجوری پولوس میشه. اشتباه گفت. خب پس خودم خورد. ایز میخوره. و اما سال آخر سال مرگ و زندگی میرزا قاسمی مخصوص کدوم شهره؟ اوه چه نشاط زودتر زد. آقای رشت با اجازه. نوش جان. خیلی 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 برای خود من مسابقه مهیجی بود. امیدوارم که لذت برده باشید.